در شهر گلستان ولایت سوخت مرحله نهایی چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید با فوتبال بین دختران تا 15 ساله به انجام رسید. در مرحله نهایی چمپیونات مذکور بین دختران تا 15 ساله از همه منطقه های کشور تیم های مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت، بیشکنت ناحیه ناصر خسرو، حاصلات فرخار، اشت ناحیه اشت، درخشان شهر ترسونزاده و بونجیکت ناحیه شهرستان اشتراک نمودند. واخوری این دسته ها بین دو گروه در سه دور در ورزشگاه آسایشگاه بهارستان جریان گرفته بهترین ها به دور نهایی راه یافتند. برای دریافت مقام سوم دسته های اشت و بیشکنت بین هم واخوری دایر نمودند و این دیدار با حساب 3-1 به فایده فوتبال بازبان‌های دسته بیشکنت خاتمه یافت و آنها زینه سوم را اشغال نمودند. دیدار نهایی بین دسته های مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت و درخشان ترسونزاده برگزار شد. در دقیقه نهم بازی فوتبال بازبان‌های دسته درخشان حساب را کشودند. توپ را به دروازه دسته مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت شهزاده جوره زد. در دقیقه 23 دیدار به شهزاده جوره و زدن توپ دوم به دروازه حریف میسر شد و با همین حساب قسم اولی بازی به انجام رسید. در دقیقه 46 قسم دوم واخوری زلفیه سعید و توپ جوابی را به دروازه درخشان زد. فوتبال بازبان‌های دسته درخشان در دقیقه 55 بازی از یک امکانیت خوب گلزنی استفاده نموده توپ سوم را وارد دروازه دسته مکتب مخصوص فوتبال سوخت کردند و واخوری این دسته ها در دور نهایی چمپیونات کشور اوید با فوتبال بین دختران تا 15 ساله با حساب 1-3 به فایده فوتبال بازبان‌های دسته درخشان شهر ترسونزاده انجام یافت. جام و جایزه و مدال و افتخارنامه ها را نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال ولایت سوخت به غالبان و جایزه داران مسابقه در فضای تنتنوی تقدیم نمودند. عنوان چمپیون امساله تاجیکستان اوید با فوتبال بین بانوها را دسته درخشان شهر ترسونزاده صاحب шуд. Наша команда обыграла команду Худжант и Аш, также мы завоевали первое место. Я хочу поблагодарить футбольную федерацию Таджикистана за то, что приводили чемпионат Таджикистана в таком уровне. امروز ما شاهد آن شدیم که بالاخره چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های دخترانه تا 15 ساله به آخر رسید و پیش از همه میانه‌داری خود را به رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال ولایت‌ها می‌رسانیم که برای برگزار کنی و برای ماندن چنین چمپیوناتی با شکوه بین دختران خردسال کمکی به اندازه و سهم ارزنده خود را گذاشتند. لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان جهتی برای ماندن چمپیونات بین دختران خردسال به حد کارهای زیاد به انجام می‌دهد تا که جلب دختران به این ورزش زیبا بسیار شود و با آنها شانس پیدا می شود که در دسته‌های کسبی این فعالیت خود را دوام دهند.